حفظه سیر میکنن از زمین به آسمان، وقتی میخوان برن به ملأ اعلا برنامه اینه، همه میرون به زیارت سید الشهدا. بهتاور این حرف ها روایت اینه وقتی وارد حائر میشن تا صبح ملائکه‌ای که در حرمن با اونها صحبت نمی کنن، تا صبح مصافحه می کنن اما صحبتی نیست. چرا؟ چون تا صبح گریه می کنن. طلوع آفتاب که میشه با حفظه حرف میزنن، بعد میرن. عظمت مصیبت اینه بعد که میرن به ملأ اعلا، لا اله الا الله، فاطمه زهرا صدیقه کبری با 1000 پیغمبر، با 1000 وصی، با 1000 شهید، با 1000 از کروبیین روبرو میشه با این ملائکه که زوار قبر حسینن. روایت اینه وقتی به اینها بر میخوره شهقه میزنه، سیحه میزنه. تمام ملائکه آسمان همه دست از تسبیح و تهلیل بر میدارن در اثر شهقه فاطمه زهرا. این مشکل حل نمیشه تا خبر به پیغمبر میدن. رسول خدا میاد بعد تسلیتش میده صبر کن. چرا؟ چون وقتی اینا برمیگرده نگاه میکنه منظره رو میبینه. من یک کلمه بگم تا همه بفهمن مصیبت چقدره. ان یوم الحسین اغره جفوننا یا ابن شبیب ان الحسین ذبح ان الحسین ذبح کما یذبح الکبش. اما لا اله الا ذبح دیگه ترجمه نمیشه. اما مصیبتی اونا بوده، اما او بالا به تشنه کشته شد. حال بینه و بین السماء کالدخان